ابابکر، عمر، عثمان، علی چهارم است. آفرین. علی چهارم نیست، علی سوم است. امسال شاید سوم شده باشد، ما مسابقات جدید چرا ندیدیم. حالا ای حال پس سرپرست مسلمانان بود یک زمان، نه؟ یک انسان بود مرد. یک حدیث هستم من خواستم، حالا این بحثم خلاص، یک حدیث هستم من خواستم فقط پرسان کنم که یاد بگیرم. یک حدیث هست که در پشه یک بالش شفای یک بالش مرض است، شنیده نه؟ همین گپ میزنن نه؟ صحیح بخاری هستم. اگر اون پشه داخل او بغل تا بمره باز ما در بیاریم و بال دیگه شرم تر کنیم، همین هنوز شفا داره دیگه نه؟ خب من گپا فقط یک شنیدم. ما چی میخوام ندیدم، شنیدم. یک پشه کتابی هم من نخوندم تنش. به صحیح بخاری یک پشه. خوش آمدید، بفرمایید. سلامت بخیر بشین. اون وقتی که علی نزان در که حضرت بلال داد نه؟ اندم ازان شما نام حضرت علی را دلان را دارین، چرا؟ نام حضرت علی را ما اشتباه کردیم، گمراه شدیم. اما اولین اذان نه ما یک سوال داشتم، فقط سوال این است که وقتی حضرت بلال اذان داد پیش حضرت نام علی نبود. وقتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وقتی وفات کرد وقت نام حضرت علی نبود. اگر دما اجازه بدیم میرسیم. باش چش. همین که نام علی و دیگر آوردیم ما اشتباه کردیم. اما اذانی که بلال داد، اما اذان چه رقم بود؟ شما میشه چند دما بگین اما رو بخونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله اشهد محمد رسول الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. بسیار زیبا، احسن. اما اذان همین یک سوال پیش میاد که شما انشالله جواب بدید. اذان امر الهی هست یا در امر زمینی در انتخاب مردم هست؟ اذان از آسمان نازل شد یا نه صحابه و اینها تصمیم گرفت؟ کاملا حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفت که اذان برید مردم از نماز دعوت کنیم بیان. گفت اگر بریم مردم رو بخوایم زنگ بزنیم که ما مثل نصارا میشیم، چه کار کنیم چه کار نکنیم؟ بریم اذان بگیم، نه؟ اذان پس امر الهی نیست، آسمانی نیست، درسته؟ بله. و وقتی امر آسمانی نباشه چه تغییر بیاریم چه نیاریم در از اشکالی وارد نمیشه. یک سوال، یک مطلب. مطلب دوم این که من شنیدم سنی ها میگن الصلاة خیر من النوم. امیر چرا شما میگید؟ دمی اذانی که پیغمبر میگفتی هم نبود؟ اما خود اذان پیغمبر را گفتی، من نشنیدم که نه فقط من سوال داشتم، من دیگه چیزی نمیخوام دیگه بس. من فقط اذان داشتم درباره اذان که چرا بود وقت حضرت ابوبکر خلیفه اول اسلام بود. حضرت ابوبکر اینا من دوباره جواب میدم. پس اولا که اذان در نزد شما اهل سنت امر الهی نیست و دو این اذانی که شما از جناب بلال امیرالله با زبان خود گفتید من در از اون الصلاة خیر من النوم نشنیدم، در صورتی که سنی ها میگن. اینم تل خود بیار. اما اینی که ما میگیم دلیلش این هسته که ما آیه از قرآن را استناد میکنیم. ما میگیم اسلام ایمان، اسلام یک چیز، ایمان یک چیز. اسلام ایمان کامل نمیشه مگر با ولایت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. دلیلی از قرآن ذکر میکنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن سوره مائده آیه 55 میفرماید اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم انما ولیکم الله. اول ولیکم، ولی شما الله هستد. قبول داری؟ خب یعنی بعد انما ولیکم الله، اول ولی سرپرست شما اول الله هستم. ولی اول الله و رسوله، بعد رسول، بعد محمد، نه؟ نه. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعدش کسانی هستند که ایمان دارن، نماز برپا می‌دارن، در حالت رکوع صدقه زکات پرداخت میکنن. درست؟ نزلت باتفاق المفسرین فی علی ابن ابی طالب حین اعطى السائل خاتمه و هو راکع فی الصلاة. تمام مفسرای اهل سنت، اگر خواستی بگو من نشان میدم، تمام مفسرا یعنی کسایی که قرآن تفسیر میکنن، تمام سنی ها اجماع دارن، قبول دارن که این آیه در شأن علی نازل شد وقتی که علی در نماز انگشتر خود را در گدا داد. خب در اینجا چی شد؟ ولی اول کی بود؟ الله. بعد چی شد؟ محمد.
بله. بعد علی. ما در اذان چی میگیم؟ اشهد ان علی ولی الله. اما ولی معنایش میدونید چیه؟ ولی یا مدد فقط به الله گفتم میشه ما میدیم. نه ولی، مدد نه، ولی 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 میشه سرپرست نه؟ بله بله. آها. اما علی سرپرست اسلام هسته یا نه؟ سرپرست اسلام آه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. نه بعد محمد صلی الله علیه و سلم. بله. خب پس ما فقط 4 خلیفه اسلامه، هر 4 احترام داریم. حضرت حسین حضرت حسین خلیفه چهارم دیگه نه؟ حضرت علی خلیفه سوم است. سوم عثمان است. خیر کس نشنید. علی چهارم نه؟ خلیفه چهارم حضرت علی است. عثمان است. بله. ابوبکر، عمر، عثمان، علی چهارم است. آفرین. علی چهارم نیست، علی سوم است. امسال شاید سوم شده باشد. ما مسابقات جدید چرا ندیدیم. حالا ای حال پس سرپرست مسلمانان بوده یک زمان نه؟ نه جون فقط نه سوالشون یکی امام علی بود، دومشم شما میگید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبول داره اما نمازش قبول نداره. نمازش چون نمیخونه؟ او نماز سنت نمیخونه. دومش اگه گفتیم زیادتر شیعه میگه علی مدد فقط به خدا گفته میشه، به علی گفته نمیشه. و خیال شو فقط میره شما مکه خدا خانه خدا رو نمیرین. باشه من جواب میدم. چه میگه؟ ما قرار نبود یک سوال پیش بریم. باش من قبل نمیمونه دیگه مقتل نه خواهش کنم بگم سنش راحت. پس تو قضیه ای که علی ولی الله و اذان و الصلاه خیر من النوم و دیگه خلاص شد. رو خاطر خدا بیار. حالا آمدی و گفتی که چرا شما نماز پیغمبر را نمیخوانید نه؟ بله. شما برای الله نماز میخوانی یا برای محمد؟ برای محمد صلی الله علیه و سلم یک سنت شد. سنت نماز برای الله. نماز میخوانیم. نماز خدا فرض است. نماز فرض است. در یک روز چند رکعت نماز فرض است؟ در یک روز چند رکعت است؟ باشه دیگه. 2 رکعت صبح است. 17 رکعت. 2 رکعت صبح. 4 رکعت از عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء. 17 رکعت. بله. بقیه‌شی که فرض نیست چیه؟ سنت، مستحب نه؟ سنت است. یعنی بخوانی ثواب داره، نخوانی گپی نیست. مستحب نه؟ بله. این خدا که واجب قرار نداده. امی تو کی باشه که از ما پرسان کنی که خواندی یا نه؟ خب یک دفعه یک انسان یک فقط میخونی، یک سنت است. یک دفعه شما نمیخونی. یک دفعه ادامه داره. این از جواب اول. چیزی را که خدا واجب نکرده شما دیگه کاسه داغ‌تر از آش نشد. شما در یک روز چند رکعت سنت میخونی؟ خب ما 2 رکعت صبح میخونیم. 12 من میدونم 12 رکعت میخونید. شما در بستر روز 12 رکعت میخوانید. از ما سنت شب ما فقط 11 رکعت است. یعنی یک سنت شب از ما کل روز شما را بست است. ما در یک روز بجز از او 17 رکعتی که فرض است 34 رکعت سنت داریم. پس شما ما را نگو که نمیخوان. این هم از این قضیه. اما آمدیم سر مدد فقط از الله طلب میشه نه از علی نه؟ علی مرد مدد نمیتونه نه؟ شما علی مدد فقط به کی گفته میشه؟ تریم فقط مدد به کی گفته میشه؟ فقط در الله. ما قبول کردیم دیگه، داریم صحبت میکنیم، جمع که نداریم. فقط در الله گفته میشه نه؟ در بسیار خوب. اگر ما در زبان فقط بگیم یا علی مدد، امید در زبان گفته ایش اشکال داره یا نداره؟ خب مدد فقط از خدا کمک میطلبی. آفرین. خدا در قرآن میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا اسم زیبا زیاد داره، هر کدامش رو دلت شد صدا کن. یکی از اسماء خدا علی هست و هو العلی العظیم. آیه قرآن است. یکی از اسمای الله علی هست. خود الله میگه در هر نام مخواستی صدا کن. ما خدا را در نام علی صدا میکنیم. این چی اشکال داره؟ خب ولش کن، ترت بیار. پس اینکه یا علی بگیم فی نفسه اشکالی نداره، چون علی نام الله است. خیر بان. حالا ما میگیم علی مرده کمک، اصلا محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرده کمک میتونه ما را اولا مدد میتونه؟ در دنیا که شفا بخش است. نه دنیا نه میدونیم. های دنیا کسی از محمد نگفته قیام محمد ما را کمک کن. آفرین. این دنیا ما را حتی اگر مدد بخوایم محمد صلی الله علیه و سلم مدد نمیتونه نه؟ مرده دیگه. آفرین. او هم یک انسان بود باش. او هم یک انسان بود مرد. یک حدیث هستم من خواستم، حالا این بحثم خلاص. یک حدیث هستم من خواستم فقط پرسان کنم که یاد بگیرم. یک حدیث هست که در پشه یک بالش شفای یک بالش مرض است. شنیده نه؟
همین گپ میزنن نه قابل صحیح بخاری هستن. اگر اون پشه داخل او بغل تا بمره باز ما در بیاریم و بال دیگه شرم تر کنیم همین هنوز شفا داره دیگه نه؟ خب من گپا فقط یک شنیدم ما چی میخوام ندیدم شنیدم یا یک پشه کدام کتابی هم من نخوندم تنش به صحیح بخاری یک پشه مرده ارزشی از پیغمبر سنی ها بیشتر است، چون پیغمبر سنی ها مرده کار نمیتونه ولی پشه که بمره بازم شفا داده میتونه. اوه گپ از این قبل است. یک پشه مرده پشه که بمره تو رو باز شفا داده میتونه، پیغمبر تیش کار نمیتونه، مرده تمام میشه. یک پشه ارزشی بیشتر است. سوال دیگه ای نداری؟ کار دیگه نداری؟ سلامت باش با دو دنیا معلوم میشه با میبینه مرش که دنیا با میبینی شفا است یا نیست باش صحبت خدا یار نگهدارم باشه. همچنان داخل باش همچنان خدا گفت.